من یه حلقه اومدم بهت پس بدم ولی نمیدونم چرا گفتی بیام اینجا. 2 ماه ندیدمت، چقدر عوض شدی. ما هم عوض شدی. یادت باشه خودت نخواستی با هم باشی. فرید ول کن، ما قبلا حرفامون رو زدیم تو 849 تا. آره شنیدم، بعض پارتنر جدیدت هم خوبه، هم خوب بهت میرسه. تو هم میتونستی واسم بیشتر بجنگی. منو برای چی کشوندی اینجا؟ آقا خانزاد آفو چی اعلام کنی؟ ما توی خانزاد یه دست کت شلوار و یه جفت کفش و پیرهن و کمربند و عینک و ساعت و اتکلون و کیف پول و میدیم فقط 1,490. خانزاد چی میگی؟ یادم رفت بهت بگم، من فرید خانزاد هستم، مدیر شعب پوشاک خانزاد. فرید دیوونه ای؟ تو این همه شعبه داشتی، وضعت خوب بوده، چرا من نگفتی؟ میخواستم ببینم خودم و واسه خاطر خودم میخوای که دیدم چرتکه میندازی. نظرم عوض شد. میتونی الانم دوباره با هم باشیم؟ نه دیگه، رفتی دوراتو زدی دیگه، الان دیر شده. فرید آخه حلقه چی شد؟ حالا چی گرفتی؟ واقعا این فروشگاه خانزاد برازندته. مرسی رفیق. من برم کت شلوارمو در بیارم و برگردم به زندگی معمولی. نمیخواد بذار تنت بمونه، اتفاقا خیلی بهت میاد. نخواستم جلوی دختر پرچمت بیاد پایین. حالا چی شد؟ حالا چی گرفتی؟ مرسی. سلامتی اون که اهلی نمیشه وحشیه، سلامتی هرچی رفیق مشتیه، سلامتیش مخصوصا اگه دهش هستیه، عاشق ستارهای دم هستیه.